کتاب ستک‌گویی ترجمه احمد پوری. نمایشنامه مونولوگ اثر هارولد پینتر. هارولد پینتر 10 اکتبر 1930 به دنیا آمد. نمایشنامه نویس صاحب نام انگلیسی، فارغ التحصیل رشته تئاتر و بازیگری از آکادمی سلطنتی لندن است. او با همان اولین نمایشنامه خود اتاق توجه منتقدان را جلب کرد. پس از آن آثار بسیار پرطرفدار جشن تولد، پیشخدمت لال، بازگشت به خانه و مهتاب را نوشت. پینتر در سال 2005 میلادی برنده جایزه نوبل شد. فکر کنم باید فوری برم سالن و یه دست پینگ پونگ حسابی بزنم. نظرت چیه؟ به نظرت بازی معرکه ای نیست؟ با یه دست بازی چطوری؟ من یکی که حاضرم با هر کسی که پیش من دستکشاشو بکوبه زمین مسابقه بدم. کوبیدن دستکش به زمین اشاره به سنت دعوت به دوئل که در آن داوطلب دوئل دستکش‌های خود را به زمین می‌کوبد. راستی، دستکشاتو چی کار کردی؟ تا یادم نرفته بپرسم. سر موتورت چی اومده؟ سیاه که می‌پوشیدی کلی برق می‌زدی. تنها چیزی که دوست نداشتم صورتت بود. زیادی سفید بود. همیشه بین موهای سیاه و کلاه سواری مشکی و کت سیات به طرز رقتباری وق میزد بیرون. البته تو هیچ وقت به درد موتور سواری نمیخوری. اصلا این کار با طبیعت تو سازگار نبود. آخرش هم من نفهمیدم تو واسه چه کاری خوبی. تنها چیزی که برام روشن شد این بود که هیچ کدوم از این کارا و رفتارات با روحیه من نمیساخت. تو باید سیاه می بودی، باید صورتت سیاه می بود تا بیای بشینی توی قلب آدم. من بیشتر وقتا احساس می کردم شما دوتا خواهر و برادرید. یه جوری به هم وصلید. توی وجودتون یه جور هماهنگی، یه جور همبستگی بود که فکر نمی کردم از همکاسه شدن موقع غذا خوردن تجاوز کنه. البته اون سیاه بود. سیاه مثل آس پیک. عاشق زندگی بود. تو و من هر دو اصلا به هوا توجهی نداشتیم. داشتیم؟ همیشه پایه بودیم واسه یه ورزش‌های سبک. بلافاصله بازی رو شروع می‌کردیم. بازی 5 نفره رو حتی با اینکه همیشه با هم گپ می‌زدیم و از وسط پارک می‌گذشتیم یا قرار یه مشروب خوری قبل از ناهار می‌ذاشتیم، همیشه با هم بودیم. هیچی نمیتونست ما رو از هم جدا کنه. چیزی که من خیلی ازش خوشم میاد اینجور گپ و گفتاست. اینجور تبادل افکار، اینجور مرور خاطرات برام خیلی مطبوعه. بعضی وقتا به ذهنم میزنه تو اون دختر شکلاتی رنگ و فراموش کردی. منظورم همون دختر سیاهه. اصلا بعضی وقتا فکر میکنم منو هم فراموش کردی. نه تو منو فراموش نکردی. کی بهترین دوست تو بود؟ کی یار غار تو بود؟ تو به دیگران کی و صمیمی ترین دوستت معرفی میکردی؟ من بهترین دوست تو بودم. اگه بخوای هنوزم میتونم بهت ثابت کنم که بهترین دوستتم. هنوزم آماده‌ام برای دفاع از تو کمربندم رو دوره گردن هر کسی بپیچم. لابد حالا میخوای بگی تو عاشق روحش بودی و من عاشق جسمش. بازم میخوای این حرف کهنه رو به رخ من بکشی.
قبول دارم تو خیلی خوش قیافه تر از من بودی، خیلی از من زرنگتر بودی. اینا هم میدونم که من به چشم تو همیشه یه موجود به ظاهر لطیف و آسمونی ولی آب زیر کاه بودم. اما بذار یه چیزی رو بهت بگم. شاید تا حالا نمیدونستی که اون روح منو دوست داشت. این روح من بود که عاشقش بود، عاشق اون. تو هیچ وقت نمیگی واسه چه کاری آمادگی داری. تو حتی واسه بازی پینگ پونگ هم پایه نیستی. اصلا نمیتونی بگی چقدر مهارت داری. کجاها دروغ میگی، کجاها تو هیچ وقت قدرتشو نداری. نمیتونی یه ارزیابی کلی از خودت، از سلولای مغزت بکنی. رک و پوسکنده بخوام بهت بگم، بیشتر وقتا مثل مرده ها میمونی. طوری رفتار میکنی که انگار مردی. درست مثل خیابون بالزپوند، مثل بارون که اگه روشنای صبح نیفته توی خیابون به چشم نمیخورد. حتی من توی زندگی روشن فکرانه تو نبودم، بازم فرقی نمی کرد. اون خانوم شکلاتی رنگ هم نبود. اون خسته بود، گرفت نشست. اون مسافرت، اون وقت تنگ، اون هوای غیر قابل پیش بینی، ما اون روز رو با یه صبح سرد شروع کرده بودیم. اون یه مرتبه جیغ زد، تو از جات پریدی، مثل بلنگ فنر. بی اختیار دستشو گرفتی و چاییشو ریختی زمین. شاید تغییر هوای اون روز خولت کرده بود. من عاشق جسم اون بودم. بین خودمون بمونه. اصلا مگه اهمیتی هم داشت؟ شاید تو هم مثل من بودی. اصلا چه ربطی داشت؟ خب اون میتونست. ما هر 3 قدم زدیم، بازو به بازو. از وسط سبزی‌های بلند رد شدیم و بیرون میخونه کنار رودخونه نشستیم زیر آفتاب. میخونه هر روز بسته بود. اون به تو گفت منو بچسب، تو همین کارو کردی. البته که این کارو کردی، اگر نمی کردی واقعا احمق بودی، واقعا جفنگ بودی. این کارت خیلی طبیعی بود. کار اون روزت خیلی زیرکانه بود. بعد از اینکه تو قید زندگی توی نانتینگ هال رو زدی، آوردمش دیدن تو. خب میدونستم همه توی اینجور مواقع به آخر خط میرسن، اما من هیچ وقت قرار نیست برسم آخر خط. اونجا نشستن با گرامافون تو، یه صفحه از بتهوون، چای، کاکائو، نشستن. اونقدر که علف زیر پا سبز بشه. میدونستم جدایی تو خطرناک میشه. مثل روز برام روشن بود. این کارت یه تله بود که پروانه سیاه من توش پر میزد. البته اینم حقیقت داره که بهترین آدما اونایین که سکوت میکنن. من همیشه نظرم به عشق خیلی احساساتی و رمانتیکه. من از اون نوع خداحافظی شیرین توی ایستگاه پدینگتون خوشم میاد. یقمو داده بود بالا. گونه های گرمش کاملا چسبیده بود به هم. ساقهاش رو قایم کرده بود زیر بارونیش. سکوی مسافرا.
گونه های اون، دستای لطیفش، سوت قطار. شاید اون لحظه هیچ صدایی مثل اون نمیتونست عشق رو توی دلم شعله ور کنه، آتیشم بزنه، بغض رو روونه گلوم کنه. عشق آبنوسی من، عشق شکلاتی من داره به هم لبخند میزنه. بغلش کردم. من با تو احساس همدردی میکنم. شاید برای همینه که هنوز پر جنب و جوشم. متوجه منظورم میشی؟ من الان 95% بیشتر از وقتی که 22 سالم بود انرژی دارم. وقتی 22 سالم بود روزی 24 ساعت میخوابیدم. 24 سالم که شد روزی 22 ساعت. حالا میتونی بقیه‌شو خودت حساب کنی. به هر حال حالا زندگی توی من فوران میزنه. من تو اوج زندگیم. زندگی که توی هر ثانیه‌اش 1000 جور انقلاب هست. من همیشه پیروزم. شعارم هوشیاری و بیداریه. دیگه افسانه پردازی نمی کنم. همه اونا رو پشت سر گذاشتم. بتهوونا رو، چایی‌ها رو، کاکائوها رو، خوابیدنا رو، بغل کردن دخترای شکلاتی رو، همه رو دیگه ول کردم. حتما میگی دیگه چیزی ندارم بگم، ولی مگه توی خنگ خدا نمیدونی که من میتونم همه کاری بکنم؟ دلت نمیخواد این طعنه منو تحسین کنی. هرچند میدونم اونقدر ساده ای که متوجه تو پهلو بودن حرفای من نمیشی. حرفایی که با دقت و وسواس زیادی انتخابشون میکنم. تو حتی نمیتونی استهزا رو توی لحن من انکار کنی. حالا تو در حقیقت شاهد یه جور رهایی هستی. من دیگه قرار نیست توی هیچ مراسم مذهبی شرکت کنم. جفنگیات موقوف. تو باید صورتت سیاه می بود. این بزرگترین نقص تو بود. میتونستی لااقل اینو توی دفترت بنویسی. میتونستی 2 بچه سیاه داشته باشی. اون وقت من براشون میمردم. فکر کنم عموشون میشدم. آره؟ من عموشون هستم. من عموی بچه های تو هم. من اونا رو بیرون میبرم، براشون جوک تعریف میکنم. من بچه های تو رو خیلی دوست دارم. بچه هاتونو. خیلی ممنونم از اینکه یک بار دیگه نگاه زیباتون رو به ما هدیه دادین و اینکه ممنون میشم اگر نظری دارید برای ما کامنت کنید و ما رو تو انتخاب نمایشنامه ها و داستان های دیگه همراهی کنید. ممنون از نگاه گرمتون.